سلام، من نگین بیگلو هستم و توی یک اپیزود دیگه از اپیزودهای گفتگو محور رد ما در خدمتتون هستیم با یک مهمون عزیز. کیارش، خیلی خوش اومدی. لطفا خودتو معرفی کن. خیلی ممنونم. سلام، من کیارش پورتارم هستم. چندین ساله که تو حوزه دیجیتال مارکتینگ دارم فعالیت میکنم و در حال حاضر مدیر محتوای پیپینگ هستم. خیلی هم عالی، خوش اومدی. مرسی که دعوتمون ممنونم. رو قبول کردی. کیارش، راجع به دغدغه‌ای که قراره که توی این اپیزود راجعش حرف بزنیم بهمون بگو که حالا کلا دغدغه چیه که اینجا کنار هم نشستیم و می‌خوایم راجعش حرف بزنیم. ببین، موقع مثلا ورود یه نیروی تازه به یه شرکت، حالا تجربه‌ای که خودم داشتم اینطوری که بالاخره یه استقبال گرمی، حالا جدای از همه اتفاقات منفی که ممکنه توی فرایند آنبوردینگ پیش بیاد، استقبال گرمی ازت میشه. حالا اون جو صمیمی و دوستانه که سعی داره اون شرکت برای نیروی جدید فراهم بکنه خیلی دوست داشتنیه، یه حس مثبتی بهت میده. و حالا جلسات فیدبکی که به طور منظم مخصوصا تو روزهای اول و با فاصله نزدیک برگزار میکنن، اینا حس خوبی داره. اگه چالشی داری، مشکلی داری توی انجام کارها، سعی میکنن که توی کمترین زمان ممکنی رو حل بکنن و حالا دسترسی هایی که نیاز داری، ابزارهایی که نیاز داری، اینا رو خیلی سریعتر در اختیارت قرار میدن. یا مثلا همون روزهای اول که وارد شرکت میشی، جلساتی که برگزار میشه و تو اون جلسات معرفی میکنن به همکارانت و اینا همش حس خوب و مثبتیه که در من نوعی یا نیروی کاری که تازه وارد اون شرکت شده ایجاد میکنه. اما خب این موضوع رفته رفته، حالا بستگی داره هر چقدر که اون رو کار میکنی، به انتهای فعالیت و همکاریت با اون شرکت که میرسه، دیگه کم 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 رنگ تر میشه و دیگه تو زمان جدایی از اون شرکت به اوج خودش میرسه و تقریبا حس منفی داره. خب حالا میشه لطفا از این اتفاقات یا تجربه ها توی پروسه خروج بهم بگی؟ یعنی اون جایی که میگی رفته رفته این اتفاقات میفته و این رفتارها تغییر میکنه، چه تجربیاتی داشته کیارش؟ بیا دونه دونه بیانش کنیم، راجبش حرف بزنیم. مثلا همون جلساتی که گفتم، یه تجربه که خود من دارم توی شرکت هایی که کار کردم، حالا روزهای اول جلسات به فاصله خیلی نزدیک از هم برگزار میشد. ما هر 3 ماه یه بار بعدش، یعنی در آخر هر فصل، جلسات فیدبک داشتیم که اگه اونجا مشکلی یا چالشی داشتیم توی تیم خودمون یا هر مشکل دیگه‌ای به منابع انسانی انتقال میدادیم و فلان. ولی این موضوع رفته رفته، مثلا بعد اینکه من یه جایی کار میکردم نزدیک 20 ماه بود اونجا کار میکردم، نزدیک 2 سال بود، دیگه اواخرش تقریبا این جلسات حالا لنگ زد. مثلا یه وقتایی ممکن بود که جلسات کنسل بشه از جانب منابع انسانی و فلان، تا اینکه وقتی من خواستم از اون شرکت جدا بشم و اینو اعلام کردم به منابع انسانی، بالاخره قاعدتا انتظاری که من داشتم این بود که یه جلسه خروجی برگزار بکنن، ازت بپرسن که اصلا درد تو چیه، اصلا چرا میخوای بری، مشکلت چیه و چرا این اتفاق افتاده، چرا به این نقطه رسیدی، که اصلا طبق انتظار من پیش نرفت و جلسه ای حتی برگزار نشد. تو شرکت که تو روزهای اول جلسات به فاصله مثلا هر هفته و بعدش 2 هفته یه بار و بعدش هر فصل برگزار میشد، موقع خروج نیرو اصلا براشون مهم نبود که تو به چه دلیلی میخوای بری، بالاخره یه اتفاقی افتاده. و نظر من اینه به شخصه به عنوان نیروی کار که اگه منابع انسانی این مشکل، بالاخره من این مشکلی داشتم که میخواستم جدا بشم، اینو بدونه، در آینده میتونه بهش کمک بکنه. حالا شاید تعداد خروج نفرات بعد من کمتر بشه، شاید دلایل اونا هم مثل دلیل من باشه. و دیگه چه تجربه‌ای داشتی بابت زمان خروجت یا بعد از خروجت؟ اونجا هم تجربه های منفی داشتی که آزاردهنده باشه برات؟ تجربه منفی، آره، موقع خروج معمولا آفبوردینگ زیاده. تجربیاتی که خودم داشتم، یکیش در مورد مثلا دسترسی ها بود. من جایی کار میکردم که
بالاخره یه سری دسترسی ها، یه سری فایل ها، مدارک دست من بود، من باید اینا رو انتقال میدادم و دقیقاً روزی که من باید جدا می شدم مدیرمون به هم اطلاع داد که همون روز باید همه این دسترسی ها انجام بشه و یک روز تمام من نشستم همه اینا رو آماده کردم که تحویل بدم، که حداقل انتظار داشتم مثل اون روزهای اول که وارد شرکت میشی یه پروسه ای طی بشه. چند روز ممکنه این کار طول بکشه، حالا من این فایل ها رو آماده بکنم، دسترسی ها رو انجام بدم و همه اینا انتظار داشتم که طبق اون قاعده‌ای که موقع ورود به شرکت هست همون تکرار بشه و مثل همون پیش بریم، که اینطوری نبود. یا مثلا به دسترسی گرفتنه، حالا این تجربه خودم نیست ولی دیدم توی شرکت ها یک سری از بچه ها، من دیدم خودم اینو که بعد اینکه اعلام کردن خروجشون رو حداقل یک ماه فرصت داشتن که بالاخره با تیم همکاری میکردن، حالا طول میکشه این دسترسی ها انجام بشه، یا مثلا یه نفر جدیدی که میاد جای اون آماده بشه، یکم شناخت داشته باشه. ولی همون روز حالا دسترسی‌هاش کلا حذف شد، ازش گرفته شد، از گروهی که داشتیم کلا ریموو شد، چرا که صرفا فقط همون روز اعلام کرده بود که قصد خروج داره. و این واقعا خیلی بده برای شرکتی که بالاخره باید یک سری کارها رو به صورت حرفه‌ای پیش ببره، انجام بده. حالا هر مشکلی که داشته باشه به نظر من این منطقی نیست این اتفاق صورت بگیره. اینو من بارها دیدم توی همکارهای دیگه هم دیدم که مثلا 2 ماه مونده به موقع خروجش کل دسترسیش رو ازش میگیرن، هیچ مسئولیتی نداره، مثلا توی شرکت از گروه ها حذف میشه در حالی که هنوز کارمند اون شرکت و داره اونجا کار میکنه. و این چیزی که داری میگی که حالا به محض اینکه گفته که خارج بشیم دسترسیاش قطع شده، من سوالم اینه که آیا تو اون بک‌گراند اون قضیه رو میدونستی چیه؟ آیا مطمئنی که فقط گفته که من میخوام خارج بشم؟ حالا من نمیخوام که سرپوش بذارم روی این موضوع، خیلی از شرکت ها هستن دقیقاً این رفتاره رو دارن، اما خیلی وقتا هم هستش که شاید تو به عنوان همکار اون آدم از یه سری چیزا اطلاع نداشته باشی و شاید یک استراتژی پشت اون قطع دسترسی باشه. یه سری شرکت ها حالا کاری نداریم کلا بدرفتاری دارن انجام میدن و درست اون شرکت هایی که این رفتاره رو ندارن و شاید تک و توک ما ببینیم که یه همچین رفتارهای انجام میدن، ممکنه که یک سری اتفاقات دیگه پشتش باشه و آدم‌های دیگه یا نیروهای دیگه در جریانش نباشن. الان برای این کیسی که داریم مثلا مثال میزنی میخوام ببینم که تو چیزی میدونستی از اون همکارت، از نوع ابرازش بابت خروجش یا اون دیلی که با شرکت کرده بوده، یا نه صرفا به عنوان یک آدمی داشتی از بیرون این قضیه رو میدیدی و برات آزاردهنده بود؟ نه، من چیزی نمیدونستم واقعیتش و از بیرون نظاره‌گر این ماجرا بودم و ممکنه آره یه سری اتفاقات افتاده باشه، حالا یه سری اختلافات یا ممکنه دلایل فنی داشته باشه اصلا، ولی این نوع برخورده برای منی که عضو اون تیم هستم، بالاخره یه نیروی اون شرکتی هستم، برای خود من به شخص آزاردهنده بود و حس منفی بهم میداد که بالاخره اون نیرو هر چی باشه یه مدتی، حالا 2 سال 3 سال 1 سال اونجا فعالیت کرده، کار کرده و موقع خروجش این اتفاق نباید بیفته که جلوی همکاراش بقیه بالاخره حس ناراحتی بهش دست بده. حالا دلیلش هر چی که بود میتونست اون مدت هم بالاخره اون حرفه‌گری اتفاق بیفته و حالا اون پروسه‌ای که باید طی می‌شده انجام بشه. متشکرم. و من یه سوال دیگه هم ازت بپرسم و بعد روی این پروسه تعدادی کامنت هم خودم دارم. اینکه انتظار کیارش چیه؟ یعنی که اوکی الان تو داری میگی که یک تجربه خوبی اول همکاری داشتی و یک تجربه های بدی متناقض با اون تجربه های خوب در اول همکاری در زمان پایان همکاری داشتی. فکر میکنی که چه شکلی بود این بهتر بود؟ یعنی میخوام از دو طرفش یعنی بیا وسط وایسا و از دو طرفش نگاه کن، فقط از سمت نیرو نگاه نکن. یه سری تبعات هم ممکنه توی شرکت داشته باشه، یک سری
رویکردان ممکنه سمت شرکت باشه. اگر که کیارش قرار باشه وسط وایسه، ایدئالش چیه یا چه انتظاری داره از اون پروسه خروج؟ چه شکلی باشه که اون تجربه هم خوب باشه، هم منافع شرکت به خطر نیفته، هم اینکه حالا تجربه بدی نشه دیگه. خب اگه اینطوری نگاه کنیم، من بخوام نظر خودم رو بگم، به نظر من منطقیش اینه که بالاخره حالا با احترام، با همون روابطی قبلا بوده، به شکل دوستانه این اتفاق صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما موقع ورود به شرکت یه سری جلسات داریم، یه سری جلسات معارفه داریم که اون نیروی جدیده معرفی میشه به بقیه همکاراش. ولی موقع خروج هم باید این به نظر من اتفاق بیفته. مثلا ما میتونیم یه جلسه برگزار بکنیم و اونجا با احترام کامل، با حس خوب، اون نیرویی که بالاخره یه مدتی ممکنه 2 سال کار کرده باشه، 3 سال کار کرده باشه، 1 سال کار کرده باشه، اونجا بدرقش بکنیم. این به نظر من، حالا بیشتر حالا چیزایی که من میگم حالا شاید یه سری بایاس داره که من به عنوان نیرو دارم اینا رو میگم، شاید هیچ وقت نتونم من دقیقا اون بی‌طرفی کامل رو چیز بکنم، نظر بی‌طرفانه بدم. ولی بالاخره حالا اون چیزی که به ذهن من میرسه. یه مورد دیگه که میخواستم بگم، حالا تغییر لحنه از ابتدای شروع همکاری تا قطع همکاری بود که میخواستم بهش اشاره بکنم. اون روزهای اولی که اگه یادت باشه گفتم مثلا سعی میکنن چالشایی که داری، مشکلاتی که داری توی کار، در سریع‌ترین زمان ممکن رفع بکنن، سعی میکنن حالا مشکلاتی که داری حل بشه فلان. ولی وقتی موقع خروج میرسه، حالا یه استعفا دادی یا قرارداد تموم شده میخوای خارج بشی از اون شرکت، دیگه اینطوری نیست. یعنی تو نیاز به یه سری چیزها داری، حالا میخوای از روند قطع همکاری اطلاعاتی کسب بکنی، میری از منابع انسانی میپرسی. تغییر لحنه کاملا مشهوده، اینو احساس میکنی که زیاد به توجهی نمیکنن، مثلا سعی میکنن جواب سربالایی بدن، و این واقعا خودش یه موضوعیه که برای خود من آزاردهنده بود که تجربیاتی که داشتم. یه تجربه دیگه که میخواستم بگم از تصفیه حساب بود. حالا این تصفیه حساب من خیلی جاها دیدم، حالا خودت هم دیدی که توی لینکدین و اینا خیلی پست میذارن در موردش، گله و شکایت دارن ازش. این موضوع واقعا خیلی آزاردهنده است برای نیرو. حالا وقتی من نوعی دارم وارد یه شرکتی میشم، قبلش یه سری شرکت ها مثلا از سفته میگیرن، حالا یه سری قراردادی میبندیم، امضا میکنیم، اینا بالاخره یه اعتماد دو طرفه هست که شکل میگیره. ولی موقع خروج تو از شرکت خارج شدی، همه چی دست شرکته، حالا یه سری مدارک باید به تحویل بدن، حالا یه پرداختی باید داشته باشی و فلان. همه اینا رو یه جوری کش میدن، طولش میدن، که واقعا برای اون نیرویی که از اون شرکت خارج شده یه تجربه خیلی تلخ و بد شکل بگیره. و من اینو خیلی جا خودم تجربه کردم، و یه تجربه در شکل میگیره که واقعا اگه دوباره هم بخوای برگردی به اون شرکت، دیگه هیچ وقت بهش فکر نمی‌کنی، یعنی نمیخوای دیگه برگردی، حتی اگه نیازم داشته باشی به کاری که اونجا هست، بیخیالش میشی، کلا قیدش رو میزنی که اونجا کار بکنی. راجع به اون مثال تغییر لحنی که قبلا گفتم، یه چیز دیگه هم به ذهنم رسید که میخوام اینم بگم. حالا لزوما این تغییر لحنه بعد استعفا هم نیست. حالا یه مدت که تو یه جای کار میکنی، بالاخره بعد یه مدت این تغییر لحنه اتفاق میفته و دیده میشه. مثلا من اون مثال که گفتم راجع به اون جلسات مکرری که با منابع انسانی توی فرایند آفبوردینگ داشتیم، که هی سوال میپرسیدن که مثلا مشکلی داری، چالشی داری و فلان. دقیقا یه زمانی که من با یه چالشی روبرو بودم توی تیم، با یه مشکلی داشتم، تو اون جلسات فصلی که داشتیم بهش اشاره کردم، اواخر خروجم از اون شرکت بود، و اون روی کردی که از منابع انسانی دیدم واقعا روی کردی نبود که بخواد این موضوع حل بشه. چه روی کردی بود؟ تقریبا میشه گفت هیچ کاری نکردن در رابطه با اون موضوعی که من مطرح کردم.
و هیچ رویکردی نداشتن که بخواد این موضوع حل بشه و این هم یه موضوعی بود که بالاخره اون فکر می‌کنم ربط داشت به اون تغییر لحن. خب مرسی کیارش از توضیحاتی که دادی، مثال‌های شفافی که زدی. حالا من روی این پروسه‌ای که تعریف کردی یه چند تا کامنت دارم که میگم، حالا باز تو اگر که حرفی روی اونها داشتی بزن. اولی که من خودم یه عالمه تجربه این شکلی دارم، یعنی مثلا توی شرکتی بودم که این تجربه بعدی که داری میگی یا مثلا بابت تغییر لحن و چیزای این شکلی، اصلا به محض این که مدیر مجموعه متوجه میشد که یک نفر میخواد بره، باهاش واقعا قهر میکرد باهاش و اون آدمه دیگه هیچ دسترسی به اون مدیره نداشت یا اصلا شده بود چند روز نمیومد شرکت که دیگه اون آدمه رو نبینه و هیچ مکالمه و حرفی بینشون رد و بدل نشه. و خب من به عنوان اچ آر وقتی اینو میدیدم واقعا برام منزجر کننده بود و نمیتونستم هم درستش کنم، چون که اصلا اخلاق اون آدمه مثلا اون قهر کردنه بود یا با آدم خدافظی نمیکرد. مثلا طرف میرفت در اتاقشون میزد، مثلا آقای فلانی من دارم میرم و مثلا اینجوری بودش که من الان جلسه دارم بعداً صحبت میکنم و همه اینها دچار یعنی ایجاد حس منفی میکرد توی اون نیروها و من خودم میدیدم اینو، ولی کاری از دستم بر نمیومد و ناراحت کننده بود. حالا بابت این چیزی که داری میگی، ببین کلا هر چیزی، یعنی اگه پروسه ورود و خروج یک نیرو رو بخوایم در نظر بگیریم، من این شکلی میبینمش که هر چیزی اولش یک سری هیجانات خودش رو داره، یعنی طبیعیه این تغییر رفتار نسبت به اول همکاری. خب قطعا تو نیروی جدیدی میخوان حس بهتری داشته باشی، مثلا چه میدونم شاید یخشکنی دارن یا خیلی چیزهای این شکلی و به مرور آدما وقتی به هم عادت میکنن یا به یک شرایطی عادت میکنن، خب اون توجهات اولیه کمتر میشه به مرور. حالا ما توی اچ آر اینا اسمای مختلف داره دیگه، شاید جنس توجه تغییر کنه یا جنس اون حس خوبی که داره به تو میده توی پروسه همکاری متفاوت باشه، شبیه روز اول نباشه، ولی خب هست. حالا نمیگم همه جا، خیلی از شرکت هم نیست، ولی توی پروسه خروج هم میخوام بگم که این تفاوت وجود داره. اما اگر بخوایم رویکرد درست اچ آر رو پیش ببریم، اینه که توی پروسه خروج این تجربه به خوبی تجربه اول نیست، چون خدافظی ناراحت کننده است کلا، ولی دلیل بر این نمیشه که ما بخوایم غیر حرفه‌ای برخورد کنیم. غیر حرفه‌ای یعنی دقیقاً همون تغییر لحنه، یعنی اینکه اون خدافظی نکردنه، یعنی قهر کردنه، یعنی اینکه دسترسی و یهو قطع کردنه و حالا توی تیم ها اصلا یه شکل دیگه ای نشوده، رفتارهای تند انجام دادن، اینا همه میشه غیر حرفه‌ایه. و خب قطعا کسی زمان خدافظی شاید قربون صدقت نده، شاید خیلی اصلا حتی واسه خود شرکت ممکن ناراحت کننده باشه، ولی میگم اینا دلیل بر این نمیشه که ما بخوایم رفتار غیر حرفه‌ای انجام بدیم یا اینکه تجربه بدی بخوایم برای اون آدم بسازیم. حالا من از بعد اچ آر اینکه چه اتفاقی میفته تو شرکت‌های مختلف که این تفاوت رفتار وجود داره، 3 تا حالت میبینم. یکی شرکت‌هایی که کلا هیچ فرایندی ندارن، اصلا هم رویکرد منابع انسانی ندارن که آقا اصلا شرکت رو ولش کنین که داره میره یک آدمه، تا دم در که من میتونم خودم تنهایی بدرقش کنم، که اینا که اصلا تکلیفشون معلومه، نه فراینده رو دارن نه رویکرده رو دارن، احتمالاً یک سری آدم‌های خاص شبیه به خودشون هم تو اون شرکت کار میکنن یا دائما در حال ساخت تجربه‌های بدن برای نیروها و همین تجربه‌های بده که طرف میره بعد توی شرکت دیگه چشش میترسه از خود سفته دادنه، از قرار داده، از خدافظیه، از تسویه حسابه و همه اینها، که امیدوارم به راه راست هدایت بشن این دسته از شرکت‌ها. یه سری شرکت‌ها هستن که فرایند دارن، روی کرده در واقع اون مراقبته یا کیرینگر هم دارن از نیرو و موقع خروج هم رفتار بدی انجام نمیدن. اما چرا مثلا از سمت نیرو ممکنه که بد به نظر برسه؟ این تجربه هاییه که مثلا من داشتم یا دیدم توی شرکت های مختلف، به خاطر اینکه اون فراینده احتمالاً خوب جا نیفتاده توی اون شرکت و توضیح درستی بابتش داده نشده، یعنی اعلام خوبی بابتش نبوده. چرا؟ چون توی فرآیند آفبوردینگ همیشه این شکلی نیستش که ما مثلا یه مرحله بذاریم یا یه رویکرد براش بذاریم، آقا ما خیلی نایسیم، نیرو داره میره استقبال میکنیم، نمیدونم خدافظی میکنیم باش، کادو میخریم براش فلان اینا. توی اون فراینده ممکنه این باشه، ولی این رفت این پکیج کامل برای همه نیست. یعنی ممکنه که تو لایه‌های مختلف متفاوت باشه، توی پوزیشن‌های مختلف، توی دلایل خروج اصلا متفاوت باشه یا توی
عملکرد کلی اون آدمه. مثلا تو اگر 2 سال توی شرکتی کار کردی و عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتی هر ماه یا هر سال، خب قطعا فرآیند آفبوردینگ تو خیلی متفاوت تره با کسی که عملکرد خوبی نداشته یا مثلا اخراج شده یا به دلایل نامشخص داره استعفا میده، مثلا کارشو ول کرده فلان و اینها. و این چیزیه که معمولا از سمت نیروها دیده نمیشه که باز وظیفه خود شرکت یا اچ آر که این موضوع رو باید توضیح بده و شفاف کنه ها، وگرنه خب آدما نمیدونن تو تیم اچ آر چه اتفاقی داره میفته، خودشون واسه خودشون ببرن بدوزن فلان و اون آدم بیرون این شکلیه که خب اینا یا دارن فرق میذارن یا ندارن این فرآیند. یه سری شرکت ها فرآیند دارن، خوبم ابرازش کردن، اعلامش کردن، توی شرکت شفافه، ولی یه جاهای اتفاق نمیفته. چرا؟ چیزی که من میبینم اینه که و تجربهشو داشتم خیلی زیاد، یه سری از نیروها خودشون موقع زمان خروج اون همراهیه رو ندارن یا یک سری رفتارهای انجام میدن که باعث میشه اون آفبوردینگ زننده‌ای بشه یا تجربه خوبی براشون به جا نذاره. ولی خب معمولا وقتی ما خودمون داریم یه کاری رو انجام میدیم، چون خودمون داریم انجام میدیم، بعد منفیشو نمیبینیم دیگه. مثلا من از یه شرکتی عصبانی ام و یه روز میرم میگم که من از فردا دیگه نمیام و میرم در و تخته رو میکوبم به هم و از شرکت خارج میشم. به خودم هم حق میدم که من خب عصبانی بودم فلان، ولی در واقع من فرایند آفبوردینگ اون شرکت رو کلا منحل کردم، یعنی اصلا اجازه ندادم که کسی بخواد کاری برای من انجام بده یا دسترسی منو تحویل بگیرن یا مثلا پروسه برای من طی بشه. قطعا احتمالاً مدیر اون مجموعه هم آخر شب منو از گروه مثلا میندازه بیرون یا مثلا تصویه حسابم معلق میکنه که این چه وضع خروج فلانه و این میشه یه تجربه خیلی بد و افتضاح. حالا من نمیگم توی همه شرکت ها این اتفاق میفته ها، توی اون شرکت های دست اول که گفتم فرایند ندارن و کلا شت برخورد میکنن، آره اونا این شکلی هن. ممکنه همونجا که داری کار میکنی دسترسی تو قطع کنه یا تصفیه حساب تو با تهدید بهت بده، هی موکول کنه به آینده، یا از صفحه‌ای که پیششون داری با اینکه استفادهم نمیکنه ولی لفظاً هی تو رو تهدید میکنه و بار روانی برای تو داره. همه اینا هست. ولی میخوام بگم که اگر داریم یک موضوعی رو میبینیم بیایم از ابعاد مختلفش نگاه کنیم. یعنی همیشه مشکل اون شرکت نیست، ولی شرکت ها در درجه اول مشکل رو دارن و اصلا اونرش خود اون شرکت هست که اوکی هر نیرویی. من کلا توی مثلا چند تا اپیزود قبلی هم گفتم که انتظاری که از یک بیزنس میره با انتظاری که از یک آدم میره متفاوته. بیزنس باید پرستیژ خودش رو داشته باشه، یعنی من نوعی اگر درم میکوبم میرم، شرکت نباید همون کار رو انجام بده، اون باز باید حرفه‌ای‌تر برخورد کنه، اون باید به تعهداتش عمل کنه و خب متاسفانه این اتفاقیه که نمیفته. خب کیارش تو کامنتی داری رو حرفای من یا چیزی هست که بخوای اضافه کنی؟ آره من میخواستم 2 تا نکته رو بگم. یکیش درباره این که اون موضوعی که گفتی در رو میکوبه مثلا میره نیروه، اینجا شاید بشه گفت شاید مثلا من خودم حق میدم به اون شرکته که حالا برخورد بدی داشته باشه با اون نیرو و فلان، ولی در کل منظور من این آدما نبودن. منظور من اون در واقع همکارهایی بودن که با روال طبیعی مثلا مدت اونجا کار کرده، حالا به هر دلیلی یا میخواد بره تجربه جدیدی کسب کنه، مثلا یه سری مشکلاتی داره، مثلا مشکلاتی که میبینه قابل حل شدن نیست، بعد از اون شرکت جدا بشه بره یه تجربه دیگه داشته باشه. که اینجا اون حس خوب ساختنه به نظر من مهمتر از اون ورودش به شرکت جدیده. اینجا میشه اون حس رو ساخت. بالاخره آره خروج نیرو از شرکت همیشه سخت بوده، چه برای همکارها چه برای خود اون شرکت که بالاخره داره یه نیروی از دست میده. یکیش این و یکی دیگه میخواستم در مورد اون مال بک‌گراند چک بگم که چطور مثلا اچ آر موقعی که میخواد یه نیروی جدیدی جذب بکنه مثلا میپرسه بک‌گراند چک میکنه. این تو اکوسیستم ما که بالاخره یه اکوسیستم کوچیکیه هست. مثلا من وقتی میخوام برم توی شرکتی تازه استخدام بشم، قبل اینکه برم از بچه‌ها، از دوستایی که دارم، از رفقایی که دارم میپرسن که قبلا اونجا کار کرده بودن یا مثلا شاید اونها یه نفری رو بشناسن که قبلا اونجا کار کرده و به هم معرفی بکنم، من برم ازش بپرسم که تجربه تو اونجا چطور بود، حالا خوب بود برات اونجایی که کار کرده بودی یا نه.
دقیقا همینطوره. من متوجه شدم که حرفات بابت یک فرایند عادی و طبیعیه و استثناءات رو داری میذاری کنار، ولی میخواستم که کلا از تمام ابعاد بیایم این فراینده رو نگاه کنیم که چه اتفاقی میفته این تجربه های ناخوشایند درست میشه. و یه مثال دیگه که داره یادم میاد، ببین اون در کوبیدن، حالا یه مثال خیلی اگریسیوی بودش، ولی توی حالتهای عادی‌ترش و ملوترش این شکلیه که مثلا ما پروسه خروج یک ماه قبل باید اطلاع بدیم، هم برای شرکت هم برای نیرو. و یه نیرویی میره کارشو پیدا میکنه، میاد میگه که من از مثلا الان سه شنبه است، میگه من از شنبه دیگه نمیتونم بیام و میاد تیم رو در واقع یه جورایی داره به هم میریزه، فشار رو داره روی شرکت میاره بابت هم تصفیه حساب هم جایگزین نیرو. خب قطعا توی 3-4 روز نمیشه نیرو رو جایگزین کرد و وارد هیچ مکالمه یا همراهی هم با شرکت نمیشه بابت این موضوع. و خب باز اینجا یه اتفاقیه که اوکی، طرف اومده داره میگه میخواد مسیرش تغییر کنه، حقشه که اصلا بره و ما هم نمیخوایم نگهش داریم، ولی باز داره این فراینده رو متفاوت میکنه، داره تغییرش میده و خب نمیتونه انتظار داشته باشه که اون اتفاقی که برای بقیه آدم ها داره میفته که مثلا خوشاینده شه برای این هم بیفته، یعنی اصلا امکان پذیر نیست. و بابت اون در واقع بک‌گراند چکی که داری میگی، من اینو میخواستم توی جنبندی بگم و خب الان که طرفش رو زدی با هم صحبت میکنیم. دقیقاً ما چرا داریم میگیم توی آفبوردینگ تجربه خوب بسازیم؟ چون که تجربه خوب 2 تا مزیت میتونه برای شرکت ما داشته باشه. یکی این که اون نیرویی که داره میره شاید یه روزی قرار باشه برگرده و اگر که این تجربه آفبوردینگ تجربه ناخوشایندی باشه یا رفتار بدی با نیروها بشه، اون نیروی دیگه رفته که رفته و ما برای اینکه این تجربه رو در واقع نسازیم براش، داریم میگیم که پروسه آفبوردینگ باید مشخص باشه. شاید اون آدم نیروی مثلا تالنتیه، واقعا شاید داره میره یه چیزی یاد بگیره و دوباره برگردونه تو شرکت ما و ما داریم با اون رفتار اشتباهه یا اون اتفاقات اشتباه جلوی این رو میگیریم، یعنی داریم به خود شرکت هم آسیب میزنیم. به اضافه این که دقیقاً چیزی که داری میگی، نیروها با هم صحبت میکنن، یعنی اون تبلیغات دهان به دهانی که توی مارکتینگ وجود داره اینجا واقعا داره اتفاق میفته. آدم‌ها با هم حرف میزنن، توی سوشال مدیا منتشر میکنن و اگر این تجربه خوبی باشه خب قطعا روی برند کارفرمایی ما هم تاثیر میذاره. و یه موضوع دیگه این که حالا وقتی که این فرآیند آفبوردینگ درست اتفاق بیفته، توی یه حالت خیلی ایدئالش حتی شرکت ها میان بعد از اینکه اون همکاری تموم شد، بعد از اینکه تصفیه حساب اون طرف مثلا انجام شد، توی ماه‌ها یا سال‌های آینده هم ارتباطشون رو با اون نیرو حفظ میکنن، یعنی نه به اونایی که هیچ کاری نمیکنن، نه دیگه به این شرکت‌ها که اینقدر دارن حرفه‌ای برخورد میکنن. و این ارتباط حفظ کردن چه شکلیه؟ مثلا کیارش نوعی از شرکت ما رفته و من سال بعد نوروز براش مثلا یه کارت پستال میفرستم، یه هدیه براش میفرستم، یا همون هدیه که به بچهای خودمون دادم به عنوان یادبود برای کیارش هم میفرستم، یا اگر مثلا ایونتی داریم برگزار میکنیم کیارش رو هم دعوت میکنم یا اصلا دعوتش نمیکنم، یه ایمیل بهش میزنم که جات خالیه اینجا هنوز. و این ارتباط نگه داشتنه و حس خوب انتقال دادنه به نظر من محدود به فرآیند آفبوردینگ نیست، یعنی بعد از اون هم میتونه اتفاق بیفته و این آورده های زیادی و خوشایندی برای شرکت داره، برای برند کارفرماییمون داره، برای تجربه های نیروهایی که رفتن و موندن توی شرکتمون داره. چرا؟ چون آدمه دوباره با نیروهای شرکت ما در ارتباطه و دوباره این حرفا هی بینشون رد و بدل میشه و اون تصویر شرکت تصویر قشنگی میشه برای چه آدم‌هایی که هستن و چه آدم‌هایی که رفتن. خب کیارش مورد دیگه هست که بخوایم راجعش حرف بزنیم؟ داری چیزی یا نه؟ نه مورد دیگه ای نیست. ممنون که منو دعوت کردید. خواهش میکنم، مرسی که اومدی. خواهش میکنم، ممنونم. مرسی. قربانت، موفق باشی هر جا هستی و مرسی از شما که ما رو دیدین، ما رو شنیدین. راههای ارتباطی با رد ما رو فراموش نکنین، لینک قرار داده شده توی توضیحات پادکست یا کپشن یوتیوب رد ما بهتون کمک میکنه برای ارتباط گرفتن با ما، برای انتقال نظراتتون، پیشنهاداتتون یا تجربیاتتون. یا تشکر میکنم از بچه‌های رد ما به خاطر تمام بودناشون و مسئولیتاشون برای ضبط این اپیزودها. و یه تشکر ویژه دیگه داریم از توریک به خاطر فضایی که در اختیار ما قرار میده برای ضبط این اپیزودها. مرسی که هستین، مرسی که ما رو شنیدین. تا اپیزود بعدی خوب بمونین.